مثلا اینجوریه که اون کنترل رو بده من، مثلا یا اون سینیو بده من، یا اون فلانو. ابتدایی که میگم در حدی که تو مثلا با اتوبوس از تهران بخوای بری شهرستان، توی کافه‌های بین راهی اون اسموتیا خیلی بد. قدر اونی که برای اولین بار بهتون بارو یاد داد بدون اینکه هیچی شما دیتا داشته باشین، بدون اینکه چیزی بلد باشین، قدر اونو بدونین. سلام رفقا، به چنل کافه تورگی خیلی خوش اومدین. من حسام. من الفم. امروز اومدیم راجع به اولین شیفتامون توی بار با اولین باری که رفتیم بار. آقا حسام، نظرت راجع به اولین شیفتایی که تو بار زدی چیه؟ من هد بار بگیر، برخورد پرسنل و مثلا تویی که آشخور اون جمع بودی. آره. من اولین باری که رفتم چیزو یادم، اولین باری که رفتم تو بار یادمه. اسم کافه رو نمیگم ولی خیلی بهم خوش گذشت. کلا معمولا اولین بار یا اولین شیفتی که تو میری شروع میکنی یه خورده سخته واسه آدما رو نمیشناسی، خصوصا نمیدونی کیان، چه اخلاقی دارن و فلان، مخصوصا اگه تجربه کافی نداشته باشی. یعنی اینکه آقا تو دوست داری باریستا شدن رو یاد بگیری، یعنی تو باریستا نیستی، خیلی آشغالی که در حد بنز آشغالی میکنی. ولی اولین باری که وارد بار شدم و دقیقا کامل یادمه، خیلی رفتار خیلی درستی با هم داشتن. یه چیزی خیلی مهمه این وسط، جدی میگم، بعضی موقع چیزایی هست تو اگه بهشون توجه کنی خیلی بیشتر معنی میگیره. مثلا من اولین بار که رفتم اونجا خیلی با احترام برخورد میکردن، برای اینکه منطقهش با منطقه‌ای که من قبلا کار میکردم فرق میکرد. یعنی موقع متوجه شدم که منطقه مثلا 3 منطقه 1 کار کردن با مرکز شهر کار کردن چقدر فرق میکنه. خب مرکز شهر کار کردن مثلا اینجوریه تو حالا چه هر سکشنی، بار، سالن، هر جا تو وارد که میشی مثلا اینجوریه که اون کنترل رو بده من، مثلا یا اون سینیو بده من، یا اون فلانو بده من. منطقه بالا کار کردن این شکلیه. اما آقا احمد، اولی که آقا پشت اسمت هست، نه به خاطر اینکه آقا باشه، نه، دارن کاری میکنن که این ارتباطه بین تو شکل بگیره. بعد که این باشون صمیمی بشی، خب اون میشه حسام، نمیشه آقا حسام، و این مشکلی اصلا به نظر من نداره. مثلا اینجوری بودن که میشه لطفاً اونو بدی، میشه لطفاً این کارو بکنی، میشه لطفاً خیلی تاثیر داره به نظر من. هیچی از آدم کم نمیشه با یه لطفاً. ولی مرکز شهر نه، اون کارو انجام میدی، اونو برو بیار، اینو بردار، اونو بذار. خب تو اگه یه شخصیتی داشته باشی بتونی اینا رو هضم کنی، کنار بیایی، با شرایط ادامه بدی. اگه نتونی کنار بیای میری از اونجا. حالا دیگه اون تبعات خودشو داره. یکی از موضوعایی که من خیلی واسم مهم بود و الان می‌خواستم برای اولین بار بگم که با احترام با هم برخورد شد برای اولین بار. شاید هم به خاطر حالا تجربه‌ای که خودم داشتم و آدمای خوبی که اونجا بودن. خب تو اولین بار که وارد بار شدی، خب بگو، تعریف کن چه شکلی بود؟ خب ببین، همونطور که حسام گفت احترام خیلی مهمه، اما من این احترامو دقیقاً تو مرکز شهر به دست آوردم. برای اولین بار؟ برای اولین باری که توی بار شیفت زدم. آره، توی مرکز شهر رفتیم و اول که اون کافه‌ای که کار میکردم به عنوان یه سالن کار چیز شدم، ولی انقدر خودم رو خوب نشون دادم که مدیریت تصمیم گرفت منو بذاره تو بار. اون موقع هم از بار چیز خاصی نمی‌چون. چون من یه پرانتز باز کنم وسط این، ببین اونایی به نظر من، اونایی که کلا خیلی درآمیختن با کلا کافه، همه به نظر من باریستاهایی که کلا میخوام بمونن همشون اول با سالن بودن. مثلا من خودم هم سالن بودم، احمد هم سالن بوده. ما هنوز که هنوزه داریم کار میکنیم و داریم ادامه میدیم. بذار اگه اینطوری بخوام بازش کنم، اینجوری خیلی میره عقب‌تر و به نظر من هم ادامهش بگو. تو با سالن خیلی خوب کار کرده فلان و دوستش تو بار کار کنه. بذارین ورود من به سنف تو یه دونه ویدیوی دیگه بهتون. ویدیوهای بعدی. آره، من اونجا رفتم خیلی خوب کار کردم، تقریبا 1 ماه هم نشد که من توی بار بودم. حالا بار اون موقعش
زیاد چیز خاصی نداره. مثلا چند سال دیگه نوشیدنی های سرد و اینا اومدن. من اکثر مثلا به هر جا میرفتی جینجر لایم مویتو، لیموناد، آره همه جا اینو با یه سری میلک شیک و یه سری اسموتی ابتدایی، یعنی واقعا ابتدایی که میگم در حدی که تو مثلا با اتوبوس از تهران بخوای بری شهرستان توی کافه های بین راهی اون اسموتی ها خیلی بد. خب اون موقع همینطوری بود دیگه، اصلا سال 97 98 بود. آره الان باب شده خیلی رو بار سرد مانور میدن و اینا. آره همش. ولی اولین دستگاه آقا حسام خیلی خوب بود، یعنی جیمبالی اون زمان. آره جیمبالی 2 گروه M200 اون M200 بود. من دیروز بعد ارتقاش اونم بود. خب من وارد بار شدم، یه پسره بود خیلی رو مخ بود، ولی بچه باحال، یعنی باش گرم گرفتی اوکی میشد، ولی مثلا یه سری تو مخی های خودشو داشت. هد بارمون که پرفکت بود، یعنی اصلا از این آدم هر چی بگم کم گفتم. این آدم به من بار سرد و کامل یاد داد، بار گرم رو یاد داد، لته آرت رو یاد داد، قهوه دمی رو یاد داد. عالی بود، یعنی من همیشه بهش احترام میدم. میشه اسم برد؟ به نظر من واسه الان نه، ولی من یه چیزی بگم دوباره، چون احمد که حرف میزنه من یه چیزی یادم میاد. قدر اونی که برای اولین بار بهتون بارو یاد داد بدون اینکه هیچی شما دیتا داشته باشین، بدون اینکه چیزی بلد باشین، قدر اونو بدونین. حتی اگه الان نیست یا مثلا باهاش زیاد در ارتباط نیستین، زنگ بزنین بهش بگین آقا دمت گرم، من اولین کسی که بهم یاد داد و یادمه، ایشون هم یادشه. از همینجا ازش تشکر میکنیم. اگه این ویدیو رو میبینین دمتون گرم که کمکمون کردین. ما خودمون هم همینجوری پله پله همینجوری سلولتور یاد گرفتی، تو به بقیه یاد دادی، باز یکی اومده من بهش چیزی که بلد بودم و گفتم، همینجوری رفته جلو و خب باریستا زیاد شد. نمیشه مثل این آدمایی که اختلاس کردن هم نه ما یه تشکر ویژه از ایشون بکنیم توی ویدیوهای بعدیمون ازش تشکر میکنیم، ولی چون فعلا شاید دلش نخواد، خب میدونیم کسب اجازه رو بکنیم. به نظر من خیلی آقا وارد بار شدیم، بچه‌های بار خیلی هوامو داشتن، مخصوصا هد بارمون، ولی مثلا یه سری تو مخیای خودشو داشت دیگه. مثلا آشخور که وارد جایی میشی، چه سربازی چه حالا کارهای دیگه، یه سری دنگ و فنگای. تو مگه سرباز رفتی؟ من موافقم. من مشمولم. آقا ما دیدم که با هد بارمون رفته همینطور دارم رفیق‌تر میشم، هر روز ازش چیزهای جدیدی یاد میگرفتم. منم مثلا یه سری چیز مثلا اون نمیدونست، اینو بگم مثلا یارو هد بار میشه قطعا همه چیزو در این صنف نمیدونه. خب نمیدونست، با هم به اشتراک میگذاشتیم، هوامو خیلی داشت. این وسط هم مثلا یه سری من سعی کردم چون از هد بارمون یاد گرفتم، نیروی جدید که میومد باش درست برخورد کنم، باش بگم بخندم، شیفته واسه زهرمار نشه، چون جایی کار کردیم که واقعا شیفت واسه اون زهرمار بوده. از مدیریت بگیر میاد رو مشتری، چه میدونم حالا مشتری. به نظر من حالا اون دقیقه دلایی که داشتی و زیاد اینجا تعریف نکن. یه ویدیو هم میگیریم برای اینکه تو بخوای دقیقه دلاتو خالی کنی. آقا شما مسئول یه جایی میشین، سعی کنین با پرسنلی که زیر دستتونن درست برخورد کنین. ما داریم اینجا زحمت میکشیم. تون صداش این شکلیه. خب با پرسنلی که زیر دستتونن درست برخورد کنین. بذار یه خاطره بگم. ما قبل اینکه یه خاطره بگم من یه چیزی بگم. کلا به نظر من هد بار خیلی تاثیر داره تو روندی که پیش میره. به نظر من حتی رفتار بچهای زیر دستش، بچهای باریستا، بارتندر، بار سرد، گرم، حتی خدماتی، اگه هد بار قوی نباشه، اگه هد بار مسلط کامل نباشه، یعنی اشراف کامل نداشته باشه به بچه‌ها، یعنی اون نیرویی که تو بارن، به نظر من واقعا چی اصلا این وسط اختلال پیش میاد، میدونی. و از همه مهمتر این که اون هد باره باید به نظر من کامل آره کامل باید باشه. آقا مثلا نوشیدنی مشکل داشته باشه، هد بار پاسخ بود. مدیریت بخواد یقه کسی رو بگیره، یقه مسئولیتش زیاده. ولی این که بتونه همه این مسئولیت‌ها رو به دوش بکشه و با شما اخلاق خوبی داشته باشه، الکی نیاد جریمتون کنه و فلان و اینا، این
حرفه‌ای بودن هدبار رو نشون میده. خب خاطرمون رو بگیم. آقا من یه روزی توی یکی از کافه‌ها آقا حسام هم که سالن کار بود، شیفت شب بود، من صبح تنها بودم و ایونت داشتیم. من گفتم که خنده‌مون چقدر پولداری بود، یه بار دیگه بخندیم. زنگ زدم به حسام گفتم داداش یه ایونت یهویی شده بیاد کمکم، حالا مثلا تو قرار مثلا بیای مثلا ماهای آینده بیای تو بار که نشدم اونجا بیاد تو بار، بیا کمک کن. یه چیزی بگم قبلش، اون تایمی که احمد زنگ زد و اینا، خب من خیلی تو سالن واقعا زحمت زیاد میکشیدم واسه همین، خب نتیجه کارم هم همینجوری بود، اما هی دنبال این تغییر سکشنه بودم. می‌خواستم چون می‌خواستم برم وارد بار بشم ببینم چه شکلیه چه جوریه. سال چند بود؟ 400 401 نه 401 حداقل 3-4 سال پیش. بعد اون روزی که احمد زنگ زد گفتم خب عالیه دیگه، این خیلی موقعیت خوبیه، واسه همین منم بودو رفتم. حالا خب بعد این آقا اومد کمک ما و چای میریخت. چای میریخت، منم بقیه کارا رو هندل میکردم. بعد مدیریت 2 ساعت بعد اومد گفت بله آقای رشید شما اینجا چیکار میکنید؟ گفتم من گفتم شما بیخود. گفتم داداش تو نیستی، تویی که مدیریتی نیستی، چه میدونم بچه‌ها مریض شدن، یکیشون آب، من چطوری این همه سفارشو که ایونت هم هست بدم بیرون؟ بعد هیچی دیگه آقا من که جریمه شدم، فکر کنم تو هم جریمه شدی. منو جریمه کردم، ولی همونجوری که حالا بعداً زیاد اخلاق من و احمد رو میدیم، ما زیر بار نمیریم کلا، یعنی ما تا جایی که بتونیم سلخ هم نمی کنیم. مثلا یکی دیگه بود، مثلا مدیر میومد به احمد گیر میداد، میگفت آقا نباید این کارو میکردی، چرا این کارو کردی. یکی دیگه بود میگفت آقا مثلا آره اوکی مشکل نداره فلان، ولی احمد تو چی گفتی؟ دوست داشتم این کارو گفتم دوست داشتم این کارو بکنم، چون کسی نیست، واقعا کسی نبود و منم واسه اینکه مثلا کسی که بارو قرار مدیریت کنه نمیتونم که تنهایی این همه، مثلا همه میزا 30 تن، همه میزا چای میخوان، همه میزا قهوه میخوان، نمیتونم تنهایی واقعا اینو هندل کنم. زنگ زدم حسام بیاد کمکم، بعد گفت چرا این کارو کردی؟ گفتم آقا تو مگه مسئولیت اینجا رو به من ندادی؟ من دارم با مسئولیت خودم ایشونو میخوام اصلا راه بندازم. خب نه اگه من نبودم یکی دیگه بود، به نظر من چقدر داغ شده بس. اگه من نبودم یکی دیگه بود قبول میکرد، چون من اصلی ترین نیروی سالونش بودم، نمیتونستم اصلی ترین نیروی سالونشو بده به بار. فکر نکنم. سوال دیگه دارم احمد، اولین باری که آرت زدی چه حسی داشتی؟ چه جوری بود؟ ببین اولین بار خب من میرفتم پیچه رو پر آب میکردم، توش 2 قطره ریکا میریختم، همینطوری هی سس شکلات میریختم، قاطی آبجوش میکردم، رقیق میکردم با اون فومی که از آب کف میگرفتم شروع میکردم آرت کردن. واسه تمرین کردن خیلی آب و کف. بعد هدبارمون گفتش که آقا بیا این شیرایی که اضافه میمونه مثلا میخوایم بریزیم دور، تو یه پاکت بیا شیرپرتیا رو. آره شیرپرتیا بریز واسه خودت، یه لیبل هم روش بچسبون بنویس احمد. یا اصلا مثلا نمیخوای با این برو یه شیر بگیر. دمش گرم واقعا. خیلی آدم خوب. واقعا دمش گرم. من این کارو کردم، گذاشتم مثلا سرد میشه، چون سرد بشه فوم شیر میخوابه، دوباره شیر به همون حالت اولیه تبدیل میشه، دوباره فوم میداد. دوباره فوم اگه قبلش باش فوم میگرفتی چی؟ نه این فومایی که میریزی توی پاکت میذاری سرد شه، فوم شیر از بین میره، خود شیر میره. آره. خب ما این کارو انجام دادیم. خوب بود یاد بگیریم. توی 2-3 روز من تونستم تولیپو یاد بگیرم. به هدبارمون نشون دادم، تشویقم کرد و همین تشویق باعث شد که من تا ته راهو برم و خیلی دمت گرم. نوکرتم واقعا. اما دم بزن زیر گریه. آره واقعا دمش گرم. منم میشناختم، خیلی آدم خوبی بود. خب حالا اکتشو واسه میذارم تو ویدیو. اولین آرتم. اولین آرتم. آره من باید بگردم اول آرتم پیدا کنم، ولی یه چیزی بگم در مورد اول آرت خودم. من خیلی زود یاد گرفتم اول آرتو خیلی زود یاد گرفتم، یعنی الان دیروز یه دونه سوهن زدم بعد میدیدیم. آرت به این شاید به نظر خیلی کار شاقی باشه، ولی خیلی ساده است. خیلی ساده است. شما اگه حرفه‌ای باشین میرین سراغ قهوه دمی، میرین سراغ دماوه، چون میدونین با ریاضیات کار داره، با فیزیک کار داره، با شیمی کار داره. خب اون اصلا یه دنیای دیگه است، تخصصی تره به نظرم. بعد آرت مثلا میشه واسه شما میشه فوش داد. نه
میشه واسه شما مثلا اسکول بازی در احسن اهمیتی رو واسهتون نداره. بذار یه مثالی بزنم. خودت به عنوان کسی که آقا مشتری تو میری یه کافه میشینی لاتو میخوری، خب لاتو سفارش میدی، لاتو یا لاته لاتو سفارش میدی و آرتش خیلی قشنگه، خب واقعا آرتش خیلی قشنگه، میخوری مزهش خوب نیست. نظر چی؟ خب ببین اون به چیز من خودم ببین نه اینجوری باشم، من خودم اگه آرتش خوب باشه، ببینید آرت هم قشنگه، ما به نظر من زحمتشو کشیده، ولی به نظرم اگه آرت خیلی خوب باشه، قهوه طعم خوبی نداشته باشه، به نظر من واسه من دلنشین نیست. یعنی از 10 امتیاز 5 میگیرم، یه 5 خالی گذاشتم. اگه آرتت فقط به خاطر آرت. آره اگه آرتت خوبه، خب شیر و قهوه هم به نظر من باید طعم خوبی داشته باشه. باز اگه آره حالا اگه تو یه لاته بزنی که شیر و قهوه ترکیب خیلی خوبی داشته باشه، یه نسبت خیلی خوب داشته باشه، به نظر من باز آرت خوبی نداشته باشی پوشش میده آرتت، درسته؟ یه خورده این نسبت شیر و طعم شیر و قهوه به نسبت آرت خیلی قوی تره به نظرم. یعنی اینکه تو آرت نداشته باشه ولی طعم خوبی داشته باشه، خب میگه حالا خب خوشمزه که هست، این چی میگم؟ آره. ولی اینا هم به نظر من. خودت چی؟ تو اگه آرتش مثلا خوب باشه طعمش خوب نباشه چی؟ من اصلا سفارش اصلا شیر. آره من خوردم، من بعضی موقع واسه اینکه ببینم چی، منم مثلا شیر نمیخوردم. من تابستونا چی بشه مثلا آیس لاته ای، آیس کاراملی چیزی. پسری که آیس کارامل بخوره نه آقا خوشمزه است. من با شیک مشکل دارم. پسری که شیک میخوره. او استرابری اسموتی. اونم بالاخره قهوه است دیگه آجی. اون مثلا آیس کارامل میخوری، از شیرینیش لذت میبری، از طعم قهوهش لذت میبری و فرشت میکنه. اما شیک واقعا نکنید. یه دلیل دیگه داره. من داشتم میگفتم راجع به لاته آرت داشتیم صحبت. آقا آره به نظر من بریم واسه صحبت آخرمون. بذار اینو بگم. مشتریای عزیز لطفاً خواهش میکنم جلوی خود واریستا اون آرتو هم نزنید. اخلاق هم راست آرتو هم ولی من همیشه میدونی چیکار میکنم؟ من به مشتری نگاه میکنم، خب ببینم داره میره سمت قاشق برمیگردم. یعنی تازه من ولی یه سری دیدم سرو شده، خب عکس گرفته بعد هم زده. باز این قابل پذیرشه. صحبتی داری؟ من شما رو به خداوند منان. بچه‌ها ما رو دنبال کنید، سابسکرایب کنید، ما ویدیو میذاریم. کلا موضوعمون هم همینه، در مورد قهوه، در مورد کافه‌های جدید، هر کافه‌ای بریم اگه خوب باشه واسهتون ویدیو میگیریم. اگه آیتم خیلی خوبی، حالا سیگنیچر باشه، یه آیتم خیلی جذابی باشه، ما حتما معرفی میکنیم براتون. ما رو یه پرانتز باز کنم بچه‌ها، من و حسام قراره یه کافه بزنیم. ما از اون کافه زدن هم قراره واسهتون فیلم بگیریم و در آینده البته. آره در آینده یعنی بعدها مثلا تو 6 تا 1 سال آینده به نظر من، یعنی ما ولی این موضوع رو داریم. آره هر قطعه‌ای که گرفتیم فیلمشو میگیریم واسهتون میذاریم و قراره اسمش هم که همین اسم چنل میشه، تورگی. ما خودمونم تورگی رفاقت چند ساله داریم. خب خلاصه که اینجوری و خیلی مراقب خودتون باشین، از قهوه‌تون لذت ببرین. آره واقعا به نظر من با تموم حواس و تمرکز کامل هر چیزی که قهوه‌ای که دارید میخورین و یعنی اینجوری نباشه که این آب بخورید بره، نه، به نظر من قبلش یه نفس عمیق بکشین، سکوت کامل، آروم و تو 3 مرحله قهوه‌تون رو بخورین. تورگی باشین. خیلی مخلصیم. مشتی بمونید و پرطرفدار.